این دهه ایلاک است که در مسافه 2 ساعت راه در سمت غربی پایتخت تاجیکستان جایگیر می باشد. در اینجا شمار زیادی مردم کم بیزاید بوده. برای بسیاری از ساکنان این دهه پولی که نزدیکان مهاجرشان میفرستند مهمترین سرچشمه درآمد است. ولی پایینشوی قرب روبل درآمد آنها را هم کاهش داده است. بسیار مادرای بچه‌شون حاضر رسیه به کار میکنند، قرب پول پس شده رفتگی. همین بچه‌ها اوچه‌هاشون بسیار وای میکنن که این بچه‌ها پول روی کار نمیتونن دیگه. اپای معتبر در این منزل با 3 نسل اویله‌اش به سر میبرد. بابا و بیبی، فرزندانش و نبیره ها، خلاص با 11 کودک. این اویله میخواست خانه نوی در حولیشان بنیاد کند. ولی پسرشان از روسیه پول کمتر میفرستد و سرنوشت منزل نو هم ناروشن شده است. وقتی پولو وای شد وایم بانکروت کلان شد. بانکروت میدونی دلار بلند شده؟ ها دلار بلند شد. پولی روسی وای شده پس شده را کو بچه هایم باید خاندار کردن در کار جدا کردن در کار ولی خیلی مشکل تر شده. مسکو که در مسافه تخمینا 3000 کیلومتر از دهه ایلاک قرار دارد مثل قهربای مردیکاران آسیای مرکزی را به خود جلب می کند. سعدی 24 ساله فرزند بزرگ اپای معتبر یکی از آنهاست. سعدی در یکی از بازارهای کنار پایتخت روسیه 4 سال این جانب تاجر است. پایینشوی قرب روبل به تجارت آنها ضرر می آورد زیرا اکنون هر روبلی که به دست می آورند ارزش کمتر دارد. ما میخواستم در همین کار در فدراسیون روسیه کار کرده تا 1 سال یا زیادتر که من جدا شما برای خودم وقتی که چی دلار خست من میتونم این کاری من تا 3 سال یا 3 سال زیادتر طول میکشد. من نمیتونم بعد کار سعدی به بانک رفت تا در حال بهبودیابی قرب روبل به خانه‌اش پول فرستد. وقتهای اخیر این راه به یک راه ناخوشایند تبدیل یافته است. ما میخواستم خانه پر رو کنم، به خاطر آمدم که خانه پر رو کنم. آمدم که کورس خستگی تا 47 تا نزدیکی 50 من فکر خودم گشتم حاضر نمیدونم خانه رو کنم نکنم چون که موز مهنت من 15000 بود. من میخواستم 400 دلار روی کنم. آنان با خود را همین وقتا تا 300 دلار به من چی میشه. برای اویله سعدی این خبر شوم است. به قربشوی روبل ادامه دارد. اما اگر از مسکو پول نآید منزل نو هم بنیاد نخواهد شد. حیات دشوارتر می شود و این اویله باید به شرایط سخت‌تر آماده شود.